به نام خدا. خانم آقایان سلام و احترام، ارادت، وقت بخیر. استاد بهمن خان سلام علیکم. خدای شکر بهتون افتخار میکنم. منتظر کلی حال خوب، کلی انرژی مثبت و کلی مطالب درجه یک باشید. از خدا براتون بهترین ها رو میخوام. چه خبره امروز؟ میخوام پیرامون 3 راز بسیار مهم باتون صحبت کنم. استاد بهمن خان، تأثیر شوک‌گذاری در موفقیت. قبل از اینکه راجع به شوک‌گذاری بگم، من با ایمان میگم قدرت یادآوری از یادگیری بالاتره. خیلی از ماها فکر میکنیم یه کتابی رو خوندیم یا یه فیلمی رو دیدیم تمام، در صورتی که اون یادآوریه، اون دوباره دیدنه. من همیشه به بچهای VIP میگم دوره VIP که تموم شد، ما که فیلم ها رو در اختیارتون قرار میدیم، اون 24 جلسه رو دوباره ببین. یعنی بارها، نمیدونم تجربهشو داشتید، بعضی وقتا یه فیلم رو 2 بار 3 بار دیدیم، بار دوم سوم پیام‌هایی رو گرفتیم که اصلا تو بار اول متوجه نشدیم، یا یک کتابی رو مثلا بار دوم خوندیم، نکته‌های جدیدی رو، یا یه سری حرف‌های تکراری رو شاید 15 بار 20 بار ما شنیدیم راجع به هدف، ولی بار 14 مثلا برای من یه پیام جدید داشته. چرا؟ شما آماده بودم. من این داستان تعریف کنم. یه بار معلم میره سر کلاس از بچه‌ها امتحان بگیره، بعد سوالاتی که پخش میکنه همون سوالات پارسال بود. معاونش میگه استاد اشتباه شده، پارسال از همین بچه‌ها همین امتحان رو گرفتید. میگه هیچ اشتباهی نشده. تو زندگی سوالات ثابتن، این جواباست که تغییر میکنه. ببین تو زندگی سوالات ثابته. هدف چیه؟ من 20 سال پیشم از تو میپرسم هدف چیه، الانم میپرسم، 20 سال بعدم میپرسم. ولی سوال، آیا هدف شما قبل از سربازی با بعد سربازی یکیه؟ قبل ازدواج با بعد ازدواج؟ قبل بچه دار شدن با بعد بچه دار شدن؟ یعنی ولی سوال ثابته. هدف چیه؟ الان من خود شما میپرسم واقعا تعریفت از خوشبختی 10 سال پیش با الان یکیه؟ اصلا 100% عوض میشه. ولی سوالات تو زندگی ثابتن. اونایی که میگن بابا هر سال هدف گذاری رو به ما درس میدی، خب هر سال داره مدل هدف گذاری، مدل هدف گذاری قوانین هدف گذاری یکی 80%. یعنی اولویتات این داره تغییر میکنه. آفرین، اولویت‌های من عوض میشه. طرف مجرد میگه من این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. میخواد ازدواج کنه، خدایا چرا مدل هدفم داره عوض میشه. پس این پیامو بگیریم که بچه‌ها عزیزای دل من، ما یادآوریه که حالمون رو خوب میکنه، نه اینکه هی مثل هارد باشیم. خیلی از عزیزان مثل هارد شدن، فقط کارشون ذخیره. از این کلاس به این کلاس، از این وبینار به اون وبینار، از این لایو به اون لایو. کی میخوای دوباره اینا رو یادآوری کنی به خودت؟ کی میخوای به مرحله اجرا بیاریشون؟ این نکته رو دوست داشتم. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. پس دوباره من توی دوره‌های VIP داشتم، یه آقایی بود 2 بار دوره رو ثبت نام کرد و برام جالب بود. گفتم تو VIP، خب چرا دوباره سال بعد همین دوره رو ثبت نام کردی؟ 80% مطالب که همونه. گفت دوره اول اومدم فقط حالم خوب بشه، گره داشتم، الان حالم خوب شده. این بار دارم با روی کرده این میام که بتونم خودم بشناسم و ازش پول در بیارم. ببین خیلی باحال بود. اون بار اومد فقط رو حال خوبش یعنی مطالب یکیه، ولی این سهم حال خوب رو برداشت. این بار اومد ایده های مالی بگیره. جالب بود برام. یه نگرشه. عالی بود. مرسی. فقط به من بگید که شوک‌گذاری چقدر تاثیر داره؟ ببین من سالهاست 2 تا کلمه، من روز اولی که کارمو شروع کردم، ما به خداوند اعتماد داریم و چون علاقه زیادی هم به دلار داشتم، از روی دلار ایده گرفتیم و من به خدا اعتماد دارم و برداشتم و همیشه به خودم گفتم من به خدا اعتماد دارم، من به خدا اعتماد دارم و من بارها معجزه این جمله رو توی زندگیم دیدم که خیلی 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 از سالن‌هایی که یه دفعه‌ای پر میشد یا گره هایی که یه دفعه‌ای باز میشد و میموندم خدایا این کار من نیست، این کار اون آدمه نیست، این کار یه قدرت برتره که خواسته این داستان به بهترین شکل ممکن حل بشه. و الان سال‌هاست که کلمه خدای شکرتو میگم. خدای مهربونم، خدای دوست داشتنی، ازت ممنونم، خدا جون عاشقتم. به دست خوب منو خدا بزن پر انرژی. به نظر من انتخاب ما آدم‌ها اینه که صبح از خواب بلند میشیم، روزمون رو با قرب‌گذاری شروع کنیم یا با شکرگذاری. تمرکز کنیم رو داده‌هامون، رو داشته‌هامون، روی خوبی‌های، تمرکز کنیم رو منفی‌ها. عزیزای دل من، باز هم تاکید می‌کنم
میکنم. مثبت اندیشی نیست من همیشه عالی باشم، همیشه بخندم، همیشه فوق العاده باشم. آدم‌ها هر از گاهی سطح انرژیشون پایین میاد، هر از گاهی قُر میزنن. منم خودم بعضی وقتا اصلا میرم تو فاز قُر، ولی هنرم اینه که سریع برگردم به حالت اول. آخرش گیر نمیاد. من خشمم 1 دقیقه‌ایه، مدل خودم میدونم. ببین من خشمم 1 دقیقه است، عصبانیتم 1 دقیقه است، ولی سریع برمیگردم انگار مثلا من نه همون آدم 10 دقیقه پیشی که داشت قُر میزد نبودم. ولی آدم منفی 2 روز تو اون قُره میمونه، 2 روز تو اون حال بدیه میمونه، 2 روز تو اون اعصاب خوردیه میمونه. این نکته خیلی مهم بود و شوک‌گذاری معجزه میکنه. تو زندگی من که معجزه کرده اینکه من شوک‌گذاری میکنم، تمرکزم میره روی مثبت‌ها و طبق قانون جذب چی میاره سمتت؟ مثبت‌ها. هر چیزی که روش تمرکز میکنی، رو منفی تمرکز کنی منفی، رو مثبت تمرکز کنی مثبت. تو وقتی شوک‌گذاری میکنی بابت اون اتفاق خوب داری از خودت تشکر میکنی دیگه. پس مثبت و مثبت و مثبت و مثبت میاد تو زندگیت و قطعا اون نتیجه خوبو میگیری. چطوری شوک‌گذاری بکنیم؟ از کجا شروع بکنیم؟ یه سری فروشگاه هست که لباسای مخصوص شوک‌گذاری میفروشه و دیدی مثلا بعضیا مثلا لباس چیه پوشم فلان، اون الکیه بابا. شوک‌گذاری یه حالت درونیه. کلی ازت ممنونم، یه کلامه. به خاطر همین ثروتمندا روز به روز ثروتمندتر میشن و فقیرها روز به روز فقیرتر. بگرد ببین توانمندی چیه، بذار راحت‌تر بگم، بذار قشنگ‌تر بگم. چه هدیه‌ای به تو داده، بهش فکر کن.